کلمه ما خواندم، یاسین ما خواندم، داد از دست بی‌عدالتی. کار کی میکنه، کی رقم میتن. یک مرد در ناحیه واسه خود را به دار آویخته در نامه واپسین کارمندان ملیسا را سبب خودکشیش نامیده است. جسد سید امیر صوفی 53 ساله را روز 30 نوامبر برادرش در عاقل خانه پیدا کرد. اومدم کشول هم یه داکا. انا یه کشول بودم. آدلان یه کشول بود. مریض باند باستگی بود. بعد ملیسیانر اومدن. بعد با چیزی همو گرفتیم. همو با گپی ملیسیانر با اجازت ملیسیانر رو گرفتیم. او در 8 صحیفه زندگی روزهای آخر را نقل کرده در مقابله دفتر نوشته است که پدرود تا روز قیامت از دست بی‌عدالتی. دفتر در خیلی نوشتگی موندگی بود. بعد کارکنان ارگان فایرود کردیم گفتیم که هی بچه‌ها بیاین اینجا دفتر دور نوشتگی چیز دور اینجا. مرحوم نوشته است که او ماه فوریه سال 2017 بیگاهی از واسه به خانه می آمد. ناگاه جوان مست با نام سهراب نوروف خود را زیر ماشین او پرتافت. سید امیر میگوید او را به بیمارخانه برده است و مقامات نیز این حادثه را سنجیدند. سهراب با کمک او تبابت یافت. با همون آدم کدام ماشینی زده هم ماشینی زدگی آدم کشته رفتگی او را نیافتن با هم بیچاره فایرات کرده همون گلو روز پست کرده که در گردنی تو میزنم تو اینه میخیل میکنی تا میخیل میکنی. سهراب به گفته اقربایش روز 19 نوامبر در صدمه دیگر به هلاکت رسید. اما به نوشته مرحوم او را به تهدید عیبدار کردن در همین پرونده به شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه دعوت کردند. زبان خرچ داد که من نقص شدم گشته استم گفته با ایو که تهدیدش کی کردن یا برگی سختش رسید که نگاه دنیا به عدالتی را کی وقتی از شعبه کارهای داخلی ناحیه برگشت به گفته پسرش افسرده حال بود. تا چوکا دین گفتم رفت نومد نه چی گفتن گاش گفت که بچه‌ام تا داخل نداره چی گفت تر بهوده گفت تر فهمیدن سوما برآورد 60 سومون ایاک جورام 20 سومون ای بالون گرفته بود بالون ابته گفت بازینه که فقط هر مغازین قرض داشته قرض ابته گفت. به گفته سعید جان پدرش از ماشین یک بسته سلافانی را بیرون آورد و او را نگذاشت که به آن دست زند. بعدتر معلوم شد که در آن بند دار بوده است. برو مانیم هم کلور دارم چوکم گرفت خیلی مچه کرد خوشنوی کردم من ترسیدم روسی گم خیلی استودم دستم ننسوز. سید امیر صوفیوف در نامه پیش از مرگ نام مفتش را که او را به بازپرسی دعوت کرده است با رقم تلفنش ذکر کرده او را سبب مرگ خود می نامد. بهرام گفتنی اوگالوونی که از دوشنبه فریاد میکند. بیانات بر دروغ نوشته اگرژت میکند من را گویا که سهراب را من زده کشته باشم. سهراب را کدام ماشین دیگر زده گریخته رفته است. قصدش را از من گرفته ایستادند. بهرام حکمت اللهیوف مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که مرحوم سید امیر صوفیوف را روز 30 نوامبر به شعبه کارهای داخلی دعوت کرده بود. اومد هم جمع یک بیانات داشت ممکن که همین یگان نه همین پیدا شده که مثلا فرقی نیست مرا دعوت کرد نه خبر گفت همین سنجش شدش معین میکنه که نگوره کی. مقامات امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی و دادستانی به تحقیق قضیه پرداختند. به قول طبیبان و تصدیق خویشاوندان سهراب نوروف بعد از این صدمه فردای همان روز از شفاخانه جواب شده تا صدمه دیگر یعنی در تاریخ 19 نوامبر صحت بود. دوباره به پرونده یک سال پیش رو آوردن مقامات را اقربای سید امیر صوفیوف به حیات عائلوی دختر خرده اش مربوط می دانند. گلبهار 6 سال قبل با جوان از ناحیه دنغره عائله برپا کرد. به قول او شوهرش پیوسته او را میزد و نسبت به او گمانی بد داشت و اقربایش جانبدار او بودند. زندگی همین با ترس زندگی کردگیم که با بسیارترین خیخی میکردن. چند بار هم به پدرش از وضع خود شکایت کرد اما او به خاطر 2 فرزند به گلبهار میگفت که صبر کند. کاسه صبر گلبهار بعد از یک چنین صحنه دهشتناک لبریز شد. خیس مرا همین سرما گرفته در تنه فندامنتی خونه‌شون در حولی خوابیدیم. در تنه فندامی کتید سر روم هم تا بنیم شکست سر روم هم تا خونشو شد. با همون ترم هیچ کده نگفتن همین
بچه‌شون تو جنگ نکردن همون. گلبهار با بهانه عیادت دادرش که در شفاخانه قریه بالا بود به خانه خواهرش به دوشنبه آمد. به پدر و نزدیکانش عرض احوال کرد. بعد ایگا پورا گوه شایسری آتشم پرید ایمم خواروشم گفتیم یگون شب زدن نکشد. ما میسو بخبر مونیم. بعد برامین آتش گریه کرد گفت من چخیل کنم ایو خلاص شم. مصلحت شد که گلبهار را از این گرداب برهانند. به او پول دادند که کودکانش را گرفته به خانه خواهرش پناه ببرد. سعید جان میگوید همان روزها به خانه‌شان به دهه زرکمر کارمندان حفظی حقوق آمدند. پدرش را سراغ کردند و از احوال خواهرش پرسیدند. ای از نت گفت عریضه پیشنهاد کرد یگیان گفت اینجا عریضه نوشتن که هم خیلی بردیان زنم رفته قدی یک کودکم بیان را تینج کنن گفت چی میشه زندگی میکنن یا نه. با شنیدن مراجعت شوهر گلبهار به مقامات، بختی‌نسا خواهرش ساکن شهر دوشنبه به میلیسا تماس گرفت و گفت که گلبهار در جای امن است و دیگر نمیخواهد به آن خانواده برگردد. شخصی که خود را یکی از مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه دنقره معرفی کرد به قول بختی‌نسا به دوغ و پوپیسه گذشته است. همین خواهر خودت گفت قانچق بده گفت значит گفت یگم یا برداشته گفت قطعا گفت برومده رفته گفت. شروع از همین روزها به قول تبار سیدامیر صوفیوف او دیگر آرامی نداشت. هم از شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه هم از ناحیه دنقره به او پیوسته زنگ می‌زدند. نمیدونم فاپا اوش باش یاز دوران کی ایش چی بالای هست کی ایش باش گفت ایش تلفن میکنه بعد ایش بومارا ایش تلفن میکنه تهدید میکنه. آخرین کسی هم که او از پایه دار زنگ زد همین خواهرش بود. منم خیلی مرا تهمت کسی از دو طرف جقیده است یا ما گفتو که این بحرم بسیاری بعد غم بوده است. سیدامیر صوفیوف 5 دخترش را از عائله اول به مادر به وی رساند. فرزندان میگویند که برای آنها هم پدر بود و هم مادر. خود او در نامه واپسی نوشته است که تا این حادثه زندگی خوب داشت. اگر از طرف زندگی من پرسان شوید زندگی نغز داشتم. قابچه های پوری گندم. تمام کارها را کرده زندگیم را گذرانیده ایستادم. حالا اقربای سیدامیر صوفیوف میخواهند که از طریق مقامات حفظی حقوق جواب بگیرند. کدام شخص خواهش زندگی را از نفر محبوب آنها گرفت؟ آیا مجرمین جزا میگیرند؟